سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو. من الوین هستم و امروز اومدیم با یه ویدیو خفن جدیدیه. آقا موضوع ویدیو از این قراره که یعنی موضوع من خودم هم نمیدونم حقیقتا. قراره که بریم داخل اسکواد امیرجان و امیرجان الان نمیشه، بریم داخل اسکواد با هم دیگه. قراره که یه چالشی بده بهمون و دوتایی با هم دیگه انجامش بدیم و فقط من میدونم که یه چالشی قراره انجام بدیم. نمیدونم دقیقاً سیستمش چیه، باید چیکار کنیم و اصلا چه مودیه، چی هستش اینا. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو و ببینیم که امیرجان چی قراره بهمون بده و قراره چیکار کنیم. بدون هیچ معطلی بچه‌ها لیتس گو، بریم سراغ ویدیو. اوکی امیرجان، بگو سیستم که چیه. خب ببین آلوین جان، ما میریم الان بته. خب الان که خب دوئل که استارت نمیشه، اینو میدونیم، باید دو آره به اسکوات بریم. آره خب دو بس کن. میریم بیا و میخوایم چالش کیل بگیم. هر کی کیل بیشتری بزنه برنده است، هر کی کیل بیشتری نزنه جلیله. اوکی. اوکی پس میخوایم جلیل برتر مشخص کنیم. جلیل برتر که یوسفه. جلیل آره جلیل خالی. جلیل خالی رو میخوایم مشخص کنیم که کی جلیل خالیه. آره فقط اتوماتش هم خاموش کن. آره اتوماتش خاموشه. آره خاموش. بریم آره جالب. بریم آقا. من نمیخوام خیلی چیز کنم، میخوام که با همکاری هم بریم جلو، چون به هر حال رنگه. خب یه آره یه رنگ ذره هم بخوای چیز کنی، خودخواهی در بیاری هر کدوممون آره چیز یکم لاکار می‌بینی میریم چیز. رنگامون میاد پایین. یه ذره پایان خوبی در انتظارمون نیست میدونی. آره امروز نمیدونم چیه سیستم ما اصلا نمیبازیم، هیچ جوره نمیبازیم. دقت کردی از صبح که آره اومدیم؟ از صبح که اومدیم. حالا امیدوارم که اینم نبازیم، یه وینی بگیریم. یکی اومده ها، دو سه تا تا. اسکنرتون تمام نشون نمیده. اوه داداش. آره تراپا داری فقط. من این گانه رو بگیرم تمومه. شیت اسکوش شد. نه میگی بزن فقط. درسته ما تو چالش اینا که درگیر میشه که میبینی آره میبینی بمیریم یه ذره دوزی. بچه اینجا فقط گان ای آره. من اسم دارم تامسون دارم. اوکی هیچی فعلا نیستش. یه ذره لوت کنیم آجی. یکی اینجا نبود داشت رو میزد. اونو که زدم. زدی. آره دیگه کیلم همون طرف بود دیگه. آجی بریم واسه شون. من به نظرم یه کلید بگیر، من بیا بیت کوین بدم، یه کلید بگیر بریم این کلید این فکتور کوین باز چیزا رو کنیم. بگی، این کوینای رو زمین رو بگیر، اون چیزا رو من میرم بگیرم. اوکی. انمی ای شیت. گانه چی بود؟ من توف کردم تو اون گانت. عجیبه اسنایپ نیست. عجیبه اینکه دلول هم نیست. دلول مگه همیشه بود؟ دلول همیشه تو منطقابی بود. آره یادم. چی انمی دیگه مال خودم. نه مثل اینکه مال همون خودم. حاجی دهم ریختم من چرا. گردوه اما خیلی مسی بزنم. اینو بازش کنیم حداقل چند تا انمی جذب کنیم. هیچی هم نیست. امیر جان چالشو باختی. چرا چطور؟ ایویس خط؟ آره الان میاد خودش درباره توش باشه درباره که توش نیست. ایشه چقدر گاناش مزخرف بود. فقط ما همین یکم کنیم، مثلا من یک کلید بگیرم بریم اون وری اوکی فکت هم بکنیم بین کلاس و فکتور. اوکی اوکی بریم. ببینم هیچی نیست آجی اینجا. نمیفهمم چرا سه تا از این اسکنر رو کنار هم زدم. چی؟ پوچینو که من فقط برای فرار تا جایی که یادمه ازش آره گذر کردم.
پوچیرک فقط واسه ریوایو و فرار به درد میخوره. آره هیچ وقت مثلا نپریدم. واسه فایت هیچ وقت من نیومدم. آره بریم بیا بریم اون چیزه اون یکی. فعلا 3-1 ماره. می‌دونم. شت. آره حالا خیلی مونده داداش، ما بخوایم فینیشیم باید حداقل 10 تا رو بزنیم با هم. میزنی ایوجی آسمون رو می‌بینی حالت غروب طوره آره داره. آسمون شما خفنه. خیلی مثل خفنه شده. الانه یه نیم ساعت دیگه الان همینجوری میشه. نیم ساعت دیگه میشه. این توش دره باشه. چی شد؟ چی شد؟ نفهمیدم آره، ولی جریان. دبل اسنایپ شت. خدا وکیلی. آره دوتا کنار همه. اوکی مثل اینکه واسه منم سخت شد یه ذره. حاجی من به نظرم ام دست خط رو بدنم فشار بدم چون باید کیل آره. بزنیم. وان شات اینجا من میشم. واقعا برام مهم فقط میشیم راستشو بخوام. آره منم اصلا واسه مهم نیست. بریم بیا واسه کی؟ بریم دیگه همینو بریم میمم. باگ موس شدم چی؟ فقط بیا ایراقه به اینجا پیش من. بالا. بیا یکیمون هم پر کنیم. انمی شت. اسنایپ بود. اگه میخوای برو بردار اسنایپشو. نه ایوجی بهتر میزنه. اونو پی. بپا یخ. شت ریارش اومد. داداش نمیگی. نه الان پر میکنم. خیلی بد جایی. من یه پای باشیم بریم بالا چون که خیلی مفبری عمل کجا. بیا داداش بیا. بیا بالا. این که زدمش کجا بود؟ زدمش لوتباکسش کجا بود؟ اینا پوشین فکر کنم همین درخته بود. اینا آره اوکی. یه وساف کن ندارم. فکر کنم من وستاپ کنشو برداشتم اگه میخوای بدمت. نه اوکی. اسنپش فقط نمیخوای برداری؟ نه دبلا. میدونم آره دیدم ولی حاجی یه دقیقه صبر کن یه دقیقه. وستگوش هم نتونستم طرفو بکنم. نه اوکی اومدی؟ سمت روبرو من. آره موکو داری؟ آره وستگوش. اوکی بریم تمام بکن. یکی اون بالا زدم به نظر. فینیشش کن. فینیش بیا چه خیلی دمج. آها به نظرم میتونی به منو بگیری تو زون. برادرم من که نمیزم تو بمیری داداش. واسه سریع فقط سوراخی سریع. بزنم. ای بیشرف اون طرف که من زده بودم و این زد کیل کرد. دلغک زده. فقط بیا تو زون ها. یه دقیقه صبر کن. تیر سرنجی نیاز دارم. اینجا انمیه. پیک پر انمیه. انمی زیاد.
فکر کنم چالش من باید واگذار کرده باشم تا همین الان دیگه. مپ بابانم 6-2. ایران انگلیس. اوه یکی این سراپا داری سراپا داری. ماشاءالله فینیش حسن بازم. خوردی خوردم؟ دانش من داری؟ آره دارم. سب کن آره یه دارم. مثل اوکی بریم. کسی نیست یه تو بیت مطمئنی؟ بعید میدونم باشه دیگه. بسه بریم. این دقیق خالی کردم رو چیز. بریم بیا از چپ بریم چون راستی کن. سر ماشین؟ نه پایین اومد بالا؟ نه اوکی بیا بریم براش نه اونجوری پس نزن خیلی سریع بری و بمیری. یا با هم بریم. با زیپلاین رفت یا رفت تو خونه؟ من سراپا دارم؟ نه تو این خونه که نیست، اگه باشه تو این خونه است، ولی فکر کنم با زیپلاین رفت. نه سراپا داری؟ اوه حاجی 3 نفر. من چرا باگم؟ دراگون پشت یخزنه. شت خیلی زیاد و وحشی بودن. من اصلا فکر نمی‌کردم 3 نفری اینجا باشن. آره منم تاپ 3 شدیم ولی تاپ 3 شدیم. تاپ 3 شدیم ولی 2 به شت 6-4 چالش. آره 6-4 دادم چالش. ولی با هم 10 تا رو زدیم. آره 10 تا رو زدیم. خوب. اوکی بچه‌ها این بود موضوع ویدیو امروز که رفتیم و با آقا امیر چالش انجام دادیم. چالش جلیل رو و به صورت کلی بچه دمتون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. واسه اینکه کامنت خیلی بزرگتری از من کرده باشین زنگونه که سابسکرایب بزنید و ویدیو واسه دوستاتون بفرستین. دمتون گرم خیلی عشقین. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.